گفتن آیا مؤمن گفتن دروغگوی می شود؟ حبیب خدا گفتن نه، گفتن مؤمن دروغگوی نمی شود. مقصد آدم مؤمن باید دروغ نگوید، لیکن در اسلام در سه حالت دروغ اجازت میدهند. یکی در حالت حرب، حالتی که جنگ باشد، یعنی از دو طرف دشمن ها و این طرف، مثال گوییم آدمانی که با این دشمن ها می جنگن، برای جای خود عوض کردن که پیش از آنی که دشمن تو را کوشد تو دشمن را مثال به قتل رسانی، این حالت هم اگر فریب دهی این هم جایز است، دروغ جایز است. دوم اصلاح بین دو نفر، چگونه که گفتیم یک عائله را برقرار کردن یا دو برادری که با یکدیگر قهری هستند، اینا را ما میتونیم که با واسطه دروغ در پیش اینش اینش تعریف کنیم، در پیش اینش اینش تعریف کنیم و هر دینها را باز چکار کنیم؟ برادر همون اصلی گردانیم. سوم میتواند که مرد زنش را و زن شوهرش را دروغ گوید. این هم در اسلام اجازت دادن، مثل که برای راضی کردن دل زن ما میتوانیم گوییم که مثال زنک پروا نکن، همین یک مدت پس یک چند مبلغ در دست من می آید، برای تو گوشوار طلا و گردنبند طلا خریده می دهم، برای دل همون زن به دست گرفتن اگر دروغ گویم اجازت است. یا گویم زنک پروا نکن، سال آینده من تو را حج روان میکنم، این هم اجازت است. ببین تا که در بین زن و شوهر الفت و مهربانی باقی ماند، وای با یک دل امیدی که یعنی همین شوهر با من مهر دارد، یعنی با من محبت دارد، در نیتی گویم که یعنی زیبا کردن و آبادی من این شوهر است، گفتند یعنی اسلام اجازت میدهد. از این خاطر همین برادری که با دروغ نماز خوان شود، باور که این خیلی وزنین است. امروز الحمدلله که وای مثال ببیند توده جوانها را نماز خواندن، اینقدر احادیث ها، اینقدر آیت های قرآن، نسوی پروردگار توبه میکنی که خداوند اگر گناه باشد گناه تو را بخشیده گرداند. و این برادری که نماز خوان شده است یعنی خوش به حالش که البته از دست شما هدایت یافته است. در همین سه حالت اجازت میدهند که اگر ما و شما دروغ گوییم. بابای داملا السلام علیکم، عوض کردن دندان پوسیده با طلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه برای چی عوض باید کرد؟ بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گویم که فتواشم صادر شده است، فتواهای اکای داملا محمدی هست، در فتوای محمودی هم بسیار یک بیانی خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندانها من طلا هم کنیم باقی ندارد. یعنی اگر دندانهای پوسیده داشته باشه، خب دندانهایی که ما و شما را آزار میدهد اگر اونها را طلا هم که کنیم ضرری ندارد از روی ضرورت، لیکن از روی زیبایی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمیدهد. لیکن اگر شما گویم که طلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است، سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از طلا هم بالا از قیمتش، فرفور میگوین یا که فاسفور میگوین چیزی میگوین، اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید طلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است. دوم سوال، خوردن گوشت جیره، قشقلداق، روغن خیرس و بسیار به مانند اینها به نیت طبابت درست است یا نه؟ برادر عزیز، میگه یک شخص از حبیب خدا را پرسان کرد که حبیب خدا همین عرق در جسم آدم فایده دارد؟ در جسم گویم که یک شکل طبابتی را دارد. حبیب خدا به جانب این مرچی گفت انه لیس بدواء
ولکنه الداء. این حدیث مسلم است. حضرت گفتن نه، گفتن عرق، گفتن این دوایی نیست، بلکه گفتن سر به سر درد است. گفتن انسان وقتی عرق می نوشد، گفت هیچ فایده در جسم او نمی شود، بلکه سر به سر بدن او را درمند می کند، جسم او را ضعیف می گرداند، اعضاهای او را گویم باز بیمارتر می گرداند. این شفا ندارد. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. حبیب خدا گفتند پروردگار هم درد داده است و هم دوا داده است، هم درد دارد هم دوا دارد، و از برای هر یک درد دوای هم پروردگار روان کرده است. و حبیب خدا گفتند شما دوایی کنید، لیکن فقط به چیزی حلال دوایی کنید، از حرام ها دور باشید. حضرت ابن مسعود چی میگوید؟ ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. در آن چیزی که الله و حرام گفته است در او شفا گذاشتگی نیست. شما به چیز حرام هیچ وقت تبابت نکنید. این است در باب گویم که با چیز حرام تبابت کردن. در حالت چیز حرام در فقه از آن جمله حنفی هم رخصت میدهند که اگر تمام حلال کرده ها را استفاده میبریم، تمام معالجه های دکتر را استفاده میبریم، میبینیم که هیچ فایده نمی شود، بعدا یگان طبیب حاذق، طبیب دانایی که اگر ما و شما را دلالتی با چیزی حرام کند، این حالت در اسلام برای ما رخصت میدهد که یک کم برای طبابت استفاده میبریم. اگر وقتی که تمام حلال کرده ها را ما و شما استفاده بریم، در برابری گویم همین میگن روغن خرس گرم است، گوشت گوسفند هم گرم است، عسل هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، بسیار چیزایی هستند که اینا هم میجازشان گرم هستند. شما میتونید با این حلال کرده ها، زیرا که وقتی که شما عرق نوشی را پیشنهاد کین یا یگان چیزی حرامه که خوردن گرفتین، این علاقه شما را عادت میکناند، شما علاقه عادتی میشوید. من گفتم مکتوب ها را خیلی کم نویسید، بسیار دراز می نویسند، تمام ترجمه شو می نویسند بعدش. بسم الله الرحمن الرحیم. ز بسم الله بگشادم دری راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته، از شما یک دو جواب انیق را گرفتنی. من یک زنی گناهگارم، داملای شیرین سخن، کسیته های شما را قریب که همه اشان را گوش کردم و باز من بسیارتر کتاب های دررة الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نزد دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن. حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند. وای مخلص شما هست اما با گفته هایتان نمی کند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم می آید. این باشد باز یک گناه من است. وای باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوشی شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم.
و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. داملای شیرین بیان، از شما خواهش دارم دعای شما در نزد یزدان پاک قبول میگردد. در حق من دعای خیر کنید و من صبر جمیل دهد از شر شیطان ظالم، از بدیهای نفس اماره خدا مرا نگاه دارد. خب التجا دارم باز یک بار دیگر به من مصلحت دهید که من چخیل حرمت شوهرم را کنم. از خدا می ترسم که در قطار روسیاهان نباشم. من آنقدر دختری با صبر نبودم. از وقتی که کسیته ها را کشاده گوش کردم خیلی هم با صبر شدم. در آخر با شما گفتنی هستم که خداوند صف شما ها را زیاد بگرداند. یعنی البته حرمت شوهر برای هر یک زن فرض است، لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلصی ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکند. این مخلصی ما هم نیست. مخلصی ما شخصی است که پیروی آیات های قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلصی ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلصی ما نیست. مخلصی ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیب خدا؟ قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست. همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی. اگر پدر و مادر از تو ناخشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم به مقابل دشمنای خدا، چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر و مادر زنده است؟ گفت بله پدر و مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیب خدا گفت رو خدمت این پدر و مادر کن، اینم جهاد در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر و مادر را نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر و مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر و مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا. ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند. این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانید، دست ها زیر ناف نگیرید. ما چی خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنید. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها
و حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم. من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه. مسلمان باید برادرش تحقیر نکند. مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید. مسلمان باید مسلمان را در یک دشمن تسلیم نکند. مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد. مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم. باور کنین، آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند، چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم. حقوق هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنند، همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهگار میشین. به خدا قسم گوش کردنش ده. وقتی یک آدمی عادی را گوییم، یک برادری که تماما سواد ندارد، خط ندارد، وقتی شما غیبت میکنید گناهگار میشوید. پس یک امامی که گوییم مجتهد است، اینقدر گوییم کتابها و مسئله ها را برای ما و شما کتابت کردن، چگونه در غیبت او ما و شما گناهگار نمیشیم؟ محترم اکای حاجی میرزا، یک نفر مخلص شما از ناحیه کلخازآباد، زبیدالله، اینم الحال آمده است. خیلی سوالای تعجیلی به دست جوابشان میگردانیم. احترامانه از شما خواهش میکنم با این سوالی من جواب گرد. یک شخص یک پیاله عرق نوشید و از هوش بیگانه نشده باشد، نماز خواندن او درست است یا نه؟ برادر عزیز، میتونه ما سوره مؤمنون تلاوت کنیم. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. الله میگوید همان مؤمن نجات یافته اگر در نمازش خاشع باشد، در نمازش شکسته دل باشد، در نمازش حضور دل داشته باشد. وقتی تو حرام کرده پروردگار را میخوری، باز بالای جای نماز میبرایی، آیا در کجاست همون حضور دل؟ در کجاست همون خدا ترسی؟ کجاست؟ آخر آدم نماز میخواند که از خدا میترسد. ما 5 صفت مؤمنه از سوره انفال برای شما تعلیل کردیم. یکمش چی بود؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. هر وقتایی که یاد پروردگار در پیش اونها کرده شود، دلهای اونها ترسان باشد. از الله باید ترسان باشد. کجاست همون ترسی تو؟ کجاست همون نشانه مؤمنی تو؟ البته این نماز مثل همون حجی که آدم از پول حرام می رود حج میکند، حجش قبول، لیکن از ثواب حج محروم است و هیچ ثوابی نمیگیرد. اگرچه این نماز فقهای ما و شما اگر درست هم که گویند، لیکن هیچ ثوابی ندارد. زیرا طلب الحلال فریضه علی کل مسلم است. حلال طلب کردنش به ذمه همه مسلمان چی است؟ فرض است که ما و شما از وجه حلال و لقمه حلال خوریم. در این جسمی که حرام کرده پروردگار را راه دادیم، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت که از حبیب خدا حدیث را شنیدم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. هر جسدی که در او حرام کرده پروردگار در آمد، این جسد روز قیامت عذاب خواهد کشید. برای همین از عذاب پروردگار دور باش. این گونه نماز هم نیست باور کنید. گفتی شاعر نماز کسری صدق و صفا نیست، اگر در کعبه بگذاری روا نیست.
اگر نماز از ترس خدا نباشد، نمازی که برای رضاگی خدا نباشد، این نماز اگر در کعبه که بخوانی نمازت نماز نمی شود. حرام خورده سه نماز خوانده سه، زنا کرده سه نماز خوانده سه، دزدی کرده سه نماز خوانده سه. این آخه مسخره کردن در اسلام می شود. دوم، یک شخص ناز کشید و طهارت نکردن نماز خواندن او درست است یا نه؟ همین نازکش کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناز تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون نازکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در نازخری استفاده برد. اگر همون پولی که در نازکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگد برای شما بسنده است. اگر ناز کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن نازکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان نازکش با دهان آدم مانند نیست. مانند نیست. نه دندانی حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدم ها گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی نازکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوک شب بند خواب کنه درست است. میگه درست است. خب سوم، جوانان و یک قسم آدمان حاضره با لباس آستین کلته و سریلیج نماز میخوانند. این درست است یا نه؟ با احترام مهمان شما زبیدالله، این برادر ما الکی در اینجا مهمان بوده است. خدای مهربان در هر قدمش حسنات بنویسد. سریلوچ و آستین کلته در مذهب حضرت امام ابو حنیفه گویم کراهیت میگویند و خواندن سریلوچ و آستین کلته را. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. اگر ضرورت باشد. اما و حصر رأسی که عباره مختصر است که این هم در اداره مفتیات همون یک گروه عالم ها یک جایه شدن و درباره سریلیچ و آستین کلته هم همونجا فتوا برآورده بودند که این از مذهب امام ابو حنیفه نیست. برای همین و حصر رأسی میگوید، این سریلوچ نماز خواندن مکروه میگوید الا تذللا، مگر که از روی ضرورت. یعنی شخصی است که اداره نشین است، کارگر است، میآید سریلیچ یا آستین کلته نماز میخواند، اون ما حق نداریم که با اونها مثال سیاست کنیم و اونها را از سریلیچ و آستین کلته منع کنیم وقتی که ضرورت باشه. برای همین یک مراجعت دیگر دارم، این است که اگر امروز جوانایی که به مسجد می آیند خوب می شود که اولا همون یک عرقچینی که هست همون در جیبه هاتون جا کنین. از این قدر ملامت و از این قدر گپی مثال بلند شنیدن و از این قدر کشاکشی که در اطراف همین مسئله هست، بهترین صورت شمینه در همون جیباتون جا کنین. همین مسجد که در آمدید بالای سرت بکشش نماز خواندن بگیر. دیگر نه پهلوگید ملامتت میکند، نه کسی به طرف تو نظر میکند، نه کسی گویم ملا امام دیگر مثال گویم که مورد بحث و محاکمه قرار میدهد. بسیار خوب میشود جوانای عزیز، اون قدر کاری وزنی نیست، اون قدر مشکلات هم ندارد. من یک عرقچین بالای سرت میمانده، برآمدی از سرت بگیر، رفتن بگیر باز. خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا خیلی باز سوالهای مهم و ضروری باقی مانده بود. انشاءالله اگر میبینیم جمعه آینده اگر شود سوال جواب نشود، از همه اینجا برادرای مهمان آمدگی بودن
از ما بسیار خواهش کردند که در باب صبر در مصیبت و صبر از معصیت صحبت کنید که بسیار برای ما مهم است. گفته صبر در مصیبت و صبر از معصیت، این هم خیلی موضوع خوبه هست، موضوع لازمه هست. اگر خدا خواهد کوشش میکنیم که تا جمعه دیگر اگر تیار شویم این موضوع را پیشنهاد میکنیم، این موضوع را صحبت میکنیم، و الا اگر تیار نشدیم سوالای زیاد است، انشاءالله باز سوال جواب میکنیم. در مسئله سرولویچ و آستین کلته فقط پدرای عزیز و بعض برادرها سختگیری سخت نکنید، بسیار سختگیری بد نکنید. اگر میبینیم بعضی جوانها هستن آمدن به مسجد، انشاءالله همون مسجد سرلیچ آمد، همون مسجد که در آمد همونجا ملایمام دارد، موعظه دارد، آهسته آهسته این جوان صاحب تاقی هم میکند، صاحب آستین دراز هم میکند. فقط سراسیمه نشوید، فقط درو ما و شما گویم جنجال و بحث و مناظره و دیگر از مسجد بیرون شو و این چی کار است گفته و دیگر یعنی همون قباحت و همین سخنهای بد و درشت استفاده نبرید. اول شکر گویم که همین جوان مسجد می آید، خیلی شکرانه کردن در کار، شکرانه کردن در کار که امروز این جوانها در پهلوی همون شخصایی که دزدند، عرق نوشند، در قدیرا بیکار و بینماز نشستگان در قطار اونها نیستند، بلکه آمده در مسجد اشتراک میکنند، این صحبت ما را گوش میاندازند و این صحبت گویم در دل و جان اونها تأثیر میبخشد و این شخص میشود در خانه تو یاردمچی، در خانه تو را و مادرش احترام میکند، با عائلش زندگی خوب میکند، آیسته آیسته همش میشود. فقط ما و شما سراسیمه نشویم، سختگیری بد هم نکنیم. خداوند صحت شما را خواهانم، خداوند علم شما را زیاده بگرداند. من دوزنده هستم، هرچند کار میکنم برکت ندارد. میگویند که با دست چپ که کار میکنی از این سبب است، یا راهی کارت بستگی است، در حق ما دعا کنی. یعنی هیچ وقت این سبب نمیشود که انسان وقتی با دست چپ اگر کار کند کاری او بی فیض باشد، بی برار باشد، این غلط است. فقط حبیب خدا همه کار با دست راست سر کردن در امر کردگی هستند، لیکن انسان وقتی که اگر آموخته شود با دست چپ، اینا باید در خوردیش همون پدر و مادر وقتی که نگاه میکند که فرزند با دست چپ خوراک میخورد، با دست چپ همه معامله هاش میکند، همون زمان باید که باز میداشتند. وقتی وای الله که به سن سالی خیلی کلان رسید و دیگر دستی و آموخت شد، دیگر وای گردانیدن از این کار خیلی مشکل است. اگر تواند خوش به حالش، و الا نتواند این معنای را ندارد که با دست چپ کار کردن کار انسان بی فیض و بی برار باشد و کار او بستگی باشد. کار هیچ کس بسته نمی تواند، ولی بسیاری بچه ها مراجعت میکنند می کار من بستگی هست. کار شما را هیچ کس بسته نمی تواند. هر یک مشکلاتی که در کار شما می آید شما به سوی پروردگار مراجعت کنید، انشاءالله همه کار شما را خداوند کشایش می دهد. هر یک مشکلاتی که می آید، هر یک تجارتی که داری بی‌برار است، در بالای جای نماز دعا کن، انشاءالله همه کارهای تو با برار می شود. زنی که اسلامی باشد، قرآن خوان، سطردار، 2 فرزند دارد، شوهرش در اسلام نباشد، او را نگاه و بین نکند، زن از او طلاق طلب کند، این زن نیز گناهکار است، روی جنت را نمی بیند یا برعکس. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا میگوید کدام زنی که اگر بی اساس، بی سبب یک شوهر نمازخوان دارد، یک شوهر خدا ترس دارد، یک شوهر اصلاح شده دارد، لیکن زن بازم اینقدر کردارهای خوب شوهرش ناز میکند یا فخر میکند یا تکبری میکند و از این گونه شوهر طلاق را طلب میکند، این حالت در جنت بر این گونه زن حرام گفتن حبیب خدا. لیکن وقتی که شوهری که اگر خیلی کردارهای ناخوب دارد،
عملهای نادرست دارد، زن از حساب عملهای ناجایز او خیلی دلمانده می شود، اگر از او طلاق طلب کند این حالت در این زن گناهکار نمی شود. بسیار خوب می شود که اولا این زن این طلاقی که طلب می کند برای جدایی نباشد، فقط برای ترسانیدن باشد. بترساند که من با این گونه شوهر حیات بردن نمی خواهم، می خواهی مثل من نمازخوان باش، مثل من در پهلوی من چگونه ای که من تربیت فرزند میکنم، چگونه ای که من هم غم خانه و غم اسلام میخورم، تو هم باید مثل من باشی گفته. و الا اگر همین شرط ها را قبول نمیکنی من با تو زندگی نمیکنم گفته. اگر با راه های ترسانیدن باشد این بهتر است. و الا از طلاق کردن او هیچ نیکی در حیات این زنی که با صاحب فرزند از پیدا نمی شود. خیلی از طلاق کردن ما و شما اجتناب کنیم، هیچ وقت طلاق کردن هم دوست نداریم، فقط با این راه های ترس اگر پیشنهاد کنیم تا که زندگی خوب شود، تا که این مرد اصلاح شود، این حالت خیلی خوب است. اگر زن در خانه تنها باشد بی سطر قرآن را بخواند آیا گناهکار می شود یا نه؟ خداوند در سوره احزاب خبر می دهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن اتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظیم. خداوند میگوید هیچ گناهی نیست بر زنها اگر در نزد پدرهاشان، اگر در نزد فرزندهاشان، اگر در نزد برادرهاشان، اگر در نزد فرزندهای برادرهاشان، اگر در نزد فرزندهای خواهرهاشان، اگر در نزد زنهایی که همسایش باشد یا اینکه زنهای مسلمانی که در اون خانه پیشی و آمدگی هستند، این حالت اگر زن به سطرم که باشد گناهکار نمی شود. در حالت در خانه به سطر مثل که موی سری او می تابد یا گردن او می تابد یا دست او می تابد، در خانه در پیش پدر، مادر، برادر، فرزندای او الله در سوره احزاب آیت 55 میگوید که گناهی نیست در خانه. سطر میتواند زنهای ما وقتی از خانه که بیرون شد انا در کوچه برای زنها سطر کردن فرض است که چشم مردم بیگانه با این زن نرسد. لیکن در نزد پدر و مادر و اولاد اجدادی که در خانه دارد نزد اینها اگر ای سطری هم که کند گناهی نیست میگوید پروردگار. چند نفر را نمازخوان کردم لیکن باز نماز را ترک کردند، من گناهکارم یا آنها؟ البته آنها گناهکار هستند. یعنی شما وقتی کسی را نمازخوان میکنید و بعدا آنها باز نماز را ترک میکنند، شما در این نمازی که اونها را وادار کردین خواندن شما ثواب میگیرید، لیکن اونها دویم باره وقتی که ترک ساختن خودشان گناهکار هستند، شما گناهکار نیستید. السلام علیکم اکای دام الله حاجی میرزا، خواهش میکنم با من دو کلمه را معنا و مفهومش را فهمانید. من معلم هستم. این کلمه ها این است: یکم مفلیس کیست؟ دوم خرافات چی معنی دارد؟ این برادر دو کلمه را از ما میپرسد که یکی کلمه مفلیس چی معنا دارد و دوم خرافات چی معنا دارد، مفهومش. مفلیس و خرافات هر دو کلمه عربی هستند. مفلیس کسی قشاق است، فقیر است، بینوا است، هیچ چیز ندارد، او را مفلیس میگویند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه
حدیثی را روایت میکند که پیغمبر خدا گفته بوده است اتدرون من المفلس. به طرف صحابه ها پیغمبر خدا گفته بوده است آیا میدانید که مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. صحابه ها چی گفتن؟ بله گفتن میدانیم. مفلس کسی هست که درهم ندارد، یعنی پول ندارد، متاع ندارد، یعنی از مال دنیا چیزی ندارد. حبیب خدا چی گفتن؟ این من امتی ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفتن نه، گفتن نیافتید. مفلس این است گفتن از امت من که روز قیامت آدمی نمازخوان است، آدمی روزدار است، آدمی زکات میدادگی هست، آدمی 5 وقته نماز در جماعت میخواندگی است. می آید و یأتی قد شتم هذا. این آدم گفتن میارن، این آدمی که نمازخوان بود، روزگیر بود، زکات دهنده بود، راستش میکنن. این زمان یک آدمی می آید نزد الله مراجعت میکرد است پروردگارا قد شتم هذا، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات میداد، در دنیا مرا دشنام دادگی بود. شکایت میکند. و اکل مال هذا، شکایت میکند، بیراه میشود. دیگر شخص میآید الله، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات دهنده است، انا همین در دنیا مالی مرا خوردگی بود. بیراه میشود. دیگرش میآید و سفک دم هذا، ای الله، انا همین انسانی که نماز خواند، زکات داد، روزه گرفت، در دنیا خونی مرا همین ریزاندگی بود. اینم بیراه میشود. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات. پروردگار چی حکم میکند؟ این آدمانی که شکایت آمدن باید که شکایت اینها برآورده شود. الله از این آدم نمازخوان حسنات چه میگیرد؟ نیکی ها را میگیرد، به مقدار آن انسانایی که شکایت کرده بود حسنات میدهد. فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه. الله پیغمبر خدا میگوید پیش از آنه که پروردگار حکم کند که این انسان نمازخوان و روزگیر و زکات دهنده دوزخی است یا بهشتی، الکه حسناتش تمام بشود. حسنات چه الکه مردمی که در دنیا از دست این آزار دیدگی بود همش گرفتند، تمام شد. فطرح فی النار. الله نظر میکند چیزی از ثواب نیست. چی میگوید؟ فطرح فی النار، او را برداشته دوزخ را پرتایید. رسول اکرم گفت انا مفلس، انا این مفلس است. گفت این چیزی ندارد از ثواب. یعنی در دنیا مفلس ما تحلیل میکنیم شخصی که مال ندارد و چیزی از اشیاء زندگی ندارد، لیکن در قیامت مفلس کسی هست که ثواب ندارد. این مفلس قیامت است. خرافات چیست؟ خرافات هم کلمه عربی است. خرافات اصلا یعنی گویم سخنهای بیهوده، یا اینکه گویم سخنهای بی اساس، مفهومی بی اساسی را دارد. مثل چی؟ مثل الحال ما میبینیم در بعض خانه ها وقتی که چای ریخته میشه خرافات تماشا کنیم، ولی در ما و شما یک شرکیات، یک خرافات بی نهایت ترقی کردگی است که در باب شرکیاتش خیلی من به شما صحبت ها داشتم که کدام عمل ها شرک هستند. شرک باز از خرافات فرق میکند. انمون خارهایی که کشال میکنند، نعلهایی که دروازه ها دا میزنند، تاجرهایی که در دکانها دوشنبه میریم اکثر دکانهاش همش خار دارند، خارهای کلان کلان. یا دکانها دا دور میگردیم در اکثر دکانها قلنفرها کشال کردگی هستند. اینا شرک هستند، اینا شرک به الله هستند.
اینها در شما ثواب نمیگیرین، اینها در دکان شما پرفیض نمی شود، اینها در سودای شما کشاده نمی شود، بلکه شما در این حالت ها باور کنین اگر خدا در تقدیر شما دولت کشیدگی باشد، با این عمل های شرکیانه اتان دولت از دست می رود. در این کار شما الله ناراحت می شود، زیرا شما شرکی به الله کرده ایستاده اید. و تو را پول می فارد، تو را سودا می فارد، به سوی پروردگار مراجعت کن. خدای بگو من دولت میخوام، من سودا کشایشی سودا میخوام، انشاءالله الله همش برآورده میکند. از اون خار و از اون نعل و از اون قلمفرهایی که کشال کردن چی فایده است؟ اونا شرک هستند. لیکن خرافات چی است؟ شما نظر کرده باشین در خانه ها وقتی چای میریزن، من خودم دیدم چای میریزن، بالای چای ده خف میبراید، همون خف ها را حتی هم به انگشتاشون میگیرن، بالای سرشون ده میمالن، میگوید انا همین همش دولت است. این خرافات است، این عادی است، کاری عادی است، لیکن عقیده شما ده زلال دارد، عقیده شما ده زلال دارد. شما دیگر حلاوت ایمان چشیده نمیتونید. یا در داخل چای یک شمع است، دیدین حرکت دارد، در حال زنها و فرزندای ما و شما که مادرهاشون تعلیم میکند، الکی میگه همین مهمان است، اگر خواهد و از زیر کرپچه میگذارد یعنی میآید، اگر نخواهد همون شمع را به دستش میده میکند، گویا مهمان نمی آمده باشد. اینم خرافات است. اینا باور کنین خنده نیستند، اینا را باید ما تعلیم دهیم. وقتی زن ما، خواهر ما، دختر ما همین عمل که انجام داد، گوییم که تو صد نامعقول کردی، تو با این عملت الکی فرزند ما را زهرآلود کردی، فرزند ما را الکی این بیماری نادرستی خطا گذرانیدی. یا نکاح را تماشا کنیم، ما و شما نکاح میریم، بسیاری ملاها در نکاح ها اشتراک میکنیم، وقتی نکاح کردند میگن دستاتون همه در بالای رانهاتون گذارید، یعنی دستاتون با یکدیگر بسته نباشد که نکاح این چی میشود، بخت این سیاه میشه. اینم دروغ است، اینم خرافات است، اینم نادرست است. یا اینکه در حالت نکاح در پشت همون شه سوزن میزنند، اینم خرافات است. یا با طفلی ها، چی جوان دخترها و چی بچه ها با طفلی هاشون رفته در بالای کرپچه می نشینند، اینم خرافات است، اینم گناهگار میشوید. یا ما و شما ماه سفر میگیم، تیزی ماه سفر است، اینم خرافات است. در اسلام ماه سفر نیست. حدیثی صراحتا حدیث آمدگی است، در روزهای توی مردم تیزی نمیتن، یعنی وقتی شوربا میارن، خوراک میارن، میگه یکم قلمفر بیار، میگه ممکن نیست. اینم از خرافات است. یعنی یک سخنهای خرافات معناش چی بود است؟ سخنهای بی اساس، اساس ندارند، اساسهای علمی ندارند. امروز در بین اکثریت مردم ما همین خرافات ها چی هستند؟ خرافات ها خیلی خیلی عالی رفته ایستادند. اینا را باید ما و شما باریزه بریم. من انشاءالله باوری دارم این جوانایی که شنیدن اونا عملیش میگردانند. شنیدن دیگر است، عمل کردنش دیگر است. شما را عملی بگردانید. یا در شب خانه یک همسایت برو، خود جرغات است، خود دوغ است، خود شیر است، نمیدهد. الان که پروردگار چی؟ فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و یمنعون الماعون. یمنعون الماعون تحلیل امیر خانه پروردگار میگوید ویل برای آن انسان، انا همون چای پر عذاب برای همون زن و مردی هست که ماعونه را من میکند. و یمنعون الماعون چی است؟ آب، نمک، آتش، گوگیر، شیر، بیل، هر یک اینا در ماعونه می درآید که در اینا بای و کم بغل محتاج هستند. یک بار شیر آوردن از خانه یک همسایه، در داخلش چند دانه گوگرچوی دیگه پرتافتگی بود. اینا همش خرافات هستند. اینا در بسیار احتیاط کنید.
اینا اگرچه عادی میتوالند، عادی میتابد، لیکن حسنات شما را میخرد، نابود میکند، عقیده اسلامی ما را دور میکند. انا معنای خرافات، سخن بی اساس، معنای مفلیس، انسانی که در دنیا باشد مال ندارد، در آخرت حسنات ندارد، اینا میگن مفلیس. السلام علیکم داملای عزیز. من امام 5 وقته بودم. مرا قومم تهمت کردند که من در دکانم عرق میفروشم و در جای من دیگر شخص را امام گذاشتند. آیا من چی کار کنم؟ اگر امامی که عرق فروش باشد، اگر امامی که در امرهای پروردگارش بے پروا باشد، این گونه امام ارزنده محراب نیست. لیکن اگر مبادایی که این برادر میگوید مرا تهمت کردند، من چیکار کنم؟ بهترین صورتش همین است که مثل همون آدمای قطاری آمده نماز نخواند. وقتی در یک قومی که تو را تهمت میکنند، تو را سرزنش میکنند، تو را بی قدر میکنند، الله که دیگر وقتی تو امام میشوی و نماز میخوانی، در بین مردم الله که شک و شبهه پیدا میشود. از این خاطر بهترین صورتش همین است که کسی را که همون قوم که خود اختیار کردن بگذار وای نماز مردم خواندن گیرد، تو همچون یک آدم عادی، همچون یک نمازگزار از پس او نماز خواندن بگیر. این بهترین صورتش همین است. خواهی نخواهی. البته در دوستان خدا را، ولی یک برادر دیگر هم اون سوال در خانه باقی مانده است که خیلی آزارها دادن همون قوم، بس به واسطه چی؟ به واسطه که یک چند مسئله های فقهی را گفته بوده است که خیلی حقیقت دارد و همه اینا را پر را در من نویساندگی هست، لیکن به سبب که یک چند نفر دیگر در همون بین قوم بودن، دیگر تهمت ها را در پای این بیچاره پیچانیدن و او را از مسجد پیش کردند. یعنی این گونه آزارها البته وجود دارد. باید انسان مسلمان هیچ وقت روح افتاده نشود. یعنی وقتی که ما و شما اگر حق میگوییم، حق رفتار میکنیم و بعد این ملامت و عذابهای را که میکشیم، در این باید ما و شما روح افتاده نشویم، دل شکسته نشویم. زیرا که خواهی نخواهی این ملامت و این عذاب بر سر هر یک دوست های خدا وجود داشت. حضرت مولوی جنین میگوید محبان خورده 100 سنگی ملامت، محبان خورده 100 سنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت؟ تو سالک، تو انسان کی سلامت میمانی وقتی دوست های خدا چی سنگ ها خوردن، چی تهمت ها دیدن، چی عذاب ها را کشیدن. دوره های حضرت کیسه یادم آمد، بسیار عذاب کشیدگی بود از یک دوستی خدا، لیکن چی صبرهای کرده بودن. میدانستند که این الله مع صابرین است، خدا همراه صابرین است. دوره های خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود. خیلی با دقت گوش کنید و فهمید که دوستان خدا چه عذابها کشیدند، لیکن در عذابها پرطاقت بودند. دوره های حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود که از طرف امپراتوری روم، که اون زمانها دو تا امپریه خیلی با قوت بود، یکی امپریه فارس ها و یکی امپریه روم. امپریه روم با سرداری هرقل بود، یعنی گرقل ما و شما میگوییم. همون هرقل امپراتور بود، سردار بود، پادشاه بود. هر روز تهدید میکرد که هجوم بالای مسلمان ها میکنم. به نهایت حضرت عمر لشکری زیاد کشید و برای نابود کردن این طاغوت، این مشرک، عسکر خود روان کرد. وقتی اینها در جنگ آماده شدند، این زمان یکی از صحابه های جلیل القدر
عبدالله ابن جزافه اسیر هرقل شد، اسیر افتاد. وقتی عبدالله را پیش هرقل بردن، هرقل نظر کرد و گفت عبدالله از دین محمدی پس گرد. اگر گفت تو دین نصرانی را قبول کنی و از دین محمدی پس گردی، نصف دولتم را برای تو تسلیم میکنم. عبدالله که در وجود او لذت ایمان جوش میزد، چقدر الله و پیغمبر که دوست می داشت. اگر ما و شما پدرای عزیز الله و رسول او را از همه آن چیزی که داریم دوست نداریم، حلاوت ایمان چشیدن نمی توانیم. ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. پیغمبر خدا گفتند اگر در شما ای مردم مسلمان تا 3 چیز اگر نباشد، شما حلاوت ایمان، لذت ایمان نمی چشید، حس نمی کنید. ای یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکمش همین است که از پدرت، از مادرت، از فرزندهات، چه دخترها و چه بچه‌ها، از رفیقها و پول و مالت، اگر پروردگار و پیغمبر او را پیشتر دوست نداری، زیادتر دوست نداری، تو حلاوت ایمان چشیدن نمی توانی. عبدالله تمام وجودش محبت الله و پیغمبر جوش میزد. وقتی هرقل این پیشنهاد کرد، و چی میدانست که حلاوت ایمان چیست؟ هرقل چی میدانست دین محمدی چی دین است؟ چی میدانست اسلام چی است؟ گفتی حضرت جلال الدین رومی اندرون چوب گوید کرم چوب، در کجا باشد چنین حلوای خوب. این کرم چوب که همون شیره درخت میخورد، از قند و عسلی بیرون که درک نداشت، فکر میکرد بجز همون شربت درخت دیگر هیچ چیز لذیذتر نیست. این هرقل هم مشرک که بود، کافر که بود، چی میدانست که دین محمدی چی لذت دارد، اسلام چی لذت دارد، از این درک نداشت. گفت دین نصرانی را قبول کن، نصف همین دولت روم برای تو تسلیم میکنم. عبدالله گفتن، ای هرقل گفتن، به عظمت پروردگارم قسم گفتن، اگر کل دولت روم با تمام اشیایی که دارد، با این پادشاهی که تو داری، اگر بر من دهی، من دین محمدی را عوض نمی کنم، هیچگاه از دین اسلام رخ نمی گردانم. جان و مادرم فدای محمد دین او باد. وقتی این صحبت هرقل از زبان عبدالله که شنید، گفت برای تو چنان عذاب میکنم که خیلی درمند میشوی. گفت هرچی عذاب میکنی، انا همین جسدی که در قبر آینده میپوسد، فقط همین جسدی مرا عذاب داده میتانی، بر روح من تو کاردار شدن میتانی. هرقل دید بسیار جسور است، در حال امر کرد و گفت از پا و دستهاش میخ کنید و در بین مردم در بالای چوب بردارید تا که مردم با نیزه و با سنگ او را عذاب کنند. وقتی میگوید هرقل در بالای چوب خوابانیدن، در دستها و پایهای او وقتی میخ میچکیدن، میخه که وقتی میزدن، حضرت عبدالله چی میگفت؟ لا اله الا الله. یگانه کلمه که از زبان حضرت عبدالله میبرامد انا همین کلمه بود، لا اله الا الله. دیگر هیچی صدا نمیداد. امروز ما را یک تهمت میکنن، یک حسد میبرند، یک بخیلی میکنن، یک دشنام میدهند، با این ما و شما آزرده میشیم، با این ما و شما رو افتاده میشیم. حضرت میخچوب کردند، وقتی میگه بلندش کردند در بین تمام مردم روم، نوبت به نوبت آمدگی آدم نیزه قطی میزد، سنگ قطی میزد. این تا یک روز میگه عذابش همین بود. وقتی هرقل میگه نزدیک آمد که میشنود کنی عبدالله از دین محمدی میگردد یا نه،
نظر کرد. گرکل وقتی دید آواز باز بلند کرد لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. فقط این سخن بود. گرکل در حال امر کرد پایانش کنین، گفت پایان بیارینش. وقتی پایان آوردن امر کرد یک دیگ کلان بیارین، عذاب ببینین. یک دیگ کلان را بیارین، در همین دیگ آب ریزین. چنان میگوید صاحب تاریخ میگوید چنان آب ریختند، چنان آتش ماندن که قریب که همون دیگ از حرارت گرمی خود آب میشد. عبدالله را راست کرد، گفت از دین محمدی پس میگردی یا نمیگردی؟ و ایلا نگردی گفت انا همین دیگ دا گفت الحال پرتافته میشوی. عبدالله میگوید وقتی این دیگ دید خود میگوید قدم زنان به پیش دیگ رفت، خود قدم زنان به پیش دیگ رفت. امروز ما از تهمت میگریزیم، امروز نمیخواهیم که اگه بلای به سر ما و شما بیاید. حضرت خود به پیش دیگ رفتند و گریه کردند. وقتی گرکل میگوید دید که حضرت عبدالله گریه دارد خنده کرد. گفت از مرگ ترسیدی؟ گفت نه. گفت قسم گفت با آن خدایی که جان محمد در دست اوست، گریه من برای این است که پروردگار مرا یک جان داده است. کاش که مرا 100 جان میداد و این گونه عذاب میکشیدم، الحال من نزد پروردگار میرفتم. این سخن عبدالله بود. وقتی گرکل این سخن میگه شنید، باز یک بار رو افتاده شد. گفت این مرد هست که بسیار مردی صادق است. از پیش دیگ پس گردان و گفت به یک غرفه تنها برینش. وقتی غرفه تنها بردن، یک زن فساد فاسقه رقاصه را میگد گرفت آورد و گفت در پیش وی میروی، چنان رقص میکنی، تمام بدن خود عریان میکنی، کاری میکنی که وی شیفته ای خودت میکنی. میگد وقتی این رقاصه پیش ای در آمد با تمام همون لباس هایی که امروز بعضی از مردم ما و شما میپوشند، از این در بدترش میگه پوشید و در پیش عبدالله میگد خودش زینت دادن میگرفت، تاب میخورد، هر گونه فتنه ها را در پیش او میکرد. عبدالله باشد میگه در بالای جای نماز میخواند. فقط کلمش چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله. از این سخن باز نمیگشت. از بین میگوید یک روز گذشت، گرکل فریاد زد رقاصه را بیارین. گفت با همراه عبدالله. گفت چی خدمت کردی؟ گفت تو مرا پیش انسان روان کردی یا پیش یک سنگ روان کردی؟ هر چی گفت مهنت کردم، به خدا قسم گفت از نمازش بیرون نمیشد، فقط لا اله الا الله کلمه داشت خلاص. عاقبت باز گرکل یک نقشه آخر کشید. نقشه آخرش همین بود که گفت 3 روز عبدالله را گرسنه مانید. 3 روز در پیش فقط شراب و در پیش در یک ظرف گوشت خوب ارده گذاری. 3 روز حضرت عبدالله میگوید این عذاب کشیدند، فقط رو به عبادت، رو به سوی الله ذکر میکردند. 3 روز بعد میآیند میبینن همون طعام، میبینن همون شراب مثل خود ایستادگی هست. گرکل فهمید که عبدالله بازگشت ندارد. آخران پیشنهاد کرد. ای عبدالله، گفت پیشنهاد میکنم اگر بجا بیاری گفت خلاص میشوی، اگر نیاری گفت این را هلاکت میکنم. سری مرا گفت بوسه میکنی، سری مرا بوسه میکنی. گفت من ترا خلاص میکنم. گفت البته مشرک بود، گرکل مشرک بود. الله در قرآن مشرک ها را نجس گفتگی است. حضرت عبدالله میگوید وقتی قدم به سوی بوسه زدن میکرد قبول کرد. فقط چی گفت؟ گفت ای گرکل، گفت من سری ترا بوسه میکنم زمانی که اگر تمام اسیران مسلمانی که در دستی تو هست همراه من اگر خلاص کنی. گرکل قبول کرد. میگوید حضرت عبدالله به سوی پروردگار مناجات کرد که الله گفت قسم به عظمتیت که من از ترس و از برای عذاب سر این مشرک این نجس بوسه نمیکنم.
من فقط به خاطر همین مسلمان هایی که امروز اسیر هستند و عذاب دارن به خاطر اینها گفت سر این نجسه گفت من بوسه میکنم. و روز قیامت اگر از من پرسی هم ای عبدالله چرا این مشرک سرش بوسه کردی، من میگویم که به خاطر انا همین مسلمان ها کردم. میگوید آمد صاحب کتاب میگوید چنان بوسه کرد که حتی گیرکل حس نکرد که لب عبدالله به بالای سر او رسید یا نرسید. این گونه بوسه را انجام داد و میگوید تمام اسیرها را گیرکل در اختیار عبدالله داد و رهاشون کرد. وقتی عبدالله میگوید به مدینه آمد به نزد حضرت عمر، این واقعه را همش پره به حضرت عمر حکایه کرد. حضرت عمر از جای خود خیست و گفت به تمام مسلمان ها گفت امروز واجب است که سر عبدالله را بوسه کنند. چگونه ای که عبدالله سر این یک نجس بوسه کرد به خاطر مسلمان ها، همه شما را گفت واجب است که سر عبدالله را بوسه کنید. و اولین نفری که گفت بوسه میکند این عمر ابن الخطاب است. حضرت عمر خود میگوید پایان شدن بوسه کردند و تمام آن مسلمان ها هم سر حضرت عبدالله را بوسه کردند. بین این قدر عذاب ها را حضرت ها کشیدند لیکن تسلیم نشدند، لیکن از کلمه لا اله الا الله محمد و رسول الله پس نگشتند. یا قصه حضرت بلال برای همه شما مشهور است. وقتی که امیه ابن خلف این بدبخت وقتی حضرت بلال که به پشت میخوابانید، شما صحراهای مکه را تصور کنید. در همین بیرونه که ما و شما حرارت خیلی پست است، طاقت کردن میتوانیم. در مسجدی که کم گرمی دارد طاقت کردن میتوانیم. حضرت بلال کرتش از بدنش کشیدن، بالای قمهای همون 50 و 60 درجه عربستان خوابانیدن و در بالای شکم حضرت یک سنگ کلان گذاشتند. روز تا بیگاه همچنان خواب بود. وقتی به نزدش امیه که میرفت آب که میریخت تشنه آب بود، آب در زمین میریخت. حضرت بلال چی میگفت؟ احد احد، خدا یک و یگانه هست، خدا یک و یگانه هست. امیه هر چی پیشنهاد میکرد قبول نمیکرد. شب میشد تا روز نوکراش فرمان میداد با زنجیر در پشتش میزدند. حتی میگوید صاحب کتاب میگوید که همون انسانهایی که عذاب میدادند اونها مانده میشدند. سحر با اون زخمهای بر پشت باز در بالای ریگ میخوابانیدند. لیکن احد احد، حضرت از این کلمه پس نگشتند. ابوبکر صدیق این حالت دید، آمد گفت اینا چند تنگه میفروشی؟ گفت 10 تنگه میفروشم. حضرت ابوبکر او را خلاص کردند. امیه ابن خلف گفت، ابوبکر گفت عقلش خورده است، اگر 1 تنگه میگفت من سیاه حبشی را میدادم. حضرت ابوبکر گفت اگر تو ای لعنتی گفت اگر قدر این بلال تو میدانستی 100 تنگه میگفتی به خدا قسم من میخریدمش. کن افسوس تو قدر این انسان را نمیدانی. برای من هر یک مشکلاتی که به سر هر کدام ما و شما میآید، ما و شما صبر کننده هستیم. انشاءالله اینها را تحمل میکنیم، در نزد پروردگارمان ما و شما اجر خیلی زیادی را نائل میشویم. چند برادرها، من در یک مکتوب جواب اینها را پس میگردانم، چند برادرها از ما خواهش کردند که در باب نفرهایی که 2 زنه هستند 3 زنه هستند، در باب همینها در اطراف اینها کمی صحبت کن، زیرا بسیاری از برادرهای هستند که امروز صاحب 2م زن 3م زن میشوند، زن اولی که همراه او بود و یا دیگر فراموش میکنند، با او دیگر هیچ توجه ندارند و یا دیگر با او محبت ندارند. برادرای عزیز، خداوند در قرآن به همه ما و شما بندگانش گوشزد میکند در سوره نساء آیت 2: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. الله امر میکند که هر یک مرد اینجا هر یک مرد همون مردهایی که شرایط داشته باشند، مردهایی که شرایط دارند، الله به اونها میگوید میتوانید که 2 زن 3 زن 4 زن در نکاح خود درآورید. این
شاید این صحبت مرا اگر مبادا یگان خواهر و یگان زن شنود، شاید دلی او درمند شود که این گویم یک بی حرمتی نسبت زنها می شده باشد. لیکن تمام خواهران و تمام مردمی که این صحبت می شنود، شما یقین دانید که سیرزنگی پیش از اسلام هم وجود داشت، فقط حد نداشت. بلکه در وقتی این سحر من یک تفسیر خواندم، بعضی از شخصانی بودن تا 100 زن داشته‌اند، 13 زن، 50 زن، 40 زن می گرفته‌اند. این یک مهربانی پروردگار است که حقوق زنها را برای پایمال نشدنشان، حق زنها را برای بلان برداشتنشان برای مردها چیکار کرد؟ از 4 زن دیگر زیاد اجازت نداد. زیرا وقت زن اگر 10 تا شد، 20 تا شد، 40 تا شد، اونا دیگر چی است؟ اونا را دیگر هم یک بار مرد استفاده میبرد و دیگر به اونا توجه ندارد. از این خاطر این رحمت پروردگار است که برای مردها تا 4 زن در قرآنش چی گفت؟ حلال گردانید. حتی زنها هم قدر و قیمتشان از زمانی که اسلام پیدا شد از همون زمان دیراب کردند. این آیات های قرآن، چی سوره نساء، چی سوره نحل، برای ما و شما بیان میکند. خداوند در سوره نساء میگوید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. این آیت دلالت میکند که زنها پیش از اسلام قدری نداشته‌اند. خدا میگوید شما ای بندگان من، ای مردها، آن زنهایی را که پدرهای شما گرفتند شما آنها را دیگر نکاح نکنید. چگونه ای که مردم پیشین مادرهای خود نکاح میکردند. این را الله در قرآن گفته ایستاده است که وقتی مرد زن میگرفت، یعنی وقتی که گویم مادری او را وقتی پدرش سر کی میداد، فرزندش را نکاح کردن میگرفت. این یک قانونهای وحشیانه وجود داشت. یا اینکه سوره نحل اگر ما و شما نظر کنیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ما ساء يحكمون. پروردگار چی میگوید؟ الا ساء ما يحكمون. هر وقتایی که اگر با یکی از شما تولد دختره که خبر میدادن، ظل وجهه مسودا، چهره وی سیاه میشد، غمگین میشد. چگونه اینکه امروز بعضی از جوانای ما و شما با آمدن دخترم که غمگین میشوند، زمانهای پیش از اسلام در میگه غمگین میشدند. این پدر چی حکم میکرد؟ یا اینکه زنده به زنده او را برده گور کند، یا اینکه او را با این عار و با این بیناموسی چیکار کند؟ پرورش کند. حضرت قیس ابن عاصم صاحب تفسیر ابن کثیر میگوید 13 دختر خدا به دستش میگوید زیر خاک کردگی است. صاحب کتاب باز میگوید حضرت دحیه کلبی 70 دختر خدا در زیر خاک کردگی است. اینا همش موضوعی بودن که قدر زن بعد اسلام پیدا شد. از این خاطر 4 زن در امر کردن پروردگار این به حرمتی نسبت زنها نیست. این حکمت هم دارد. بینن امروز حتی که حساب عماری قطعی، همین حسابایی که در تاجیکستان ما میکنن، میگوین 60% مرد است و 40% زن است. تصور کنید که 20% زنها به شوهر میمانند. اینا چیکار میکنند؟ امروز مردم غرب یعنی مردم اروپا خواستن که همین یعنی بسیار زنگی را پیش گیرند، لیکن این بی حیایی و فاحشگی و زنا را در مردم غرب تماشا کنید. یعنی این همه وقت به ضرر جمعیت حل می شود. بودن 2 زن یا 3 زن برای مرد گناهی نیست، لیکن برادرای عزیز در دوام این آیت الله چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس اگر شما ای مردها قوت 2 زنگی ندارین، 3 زنگی را ندارین، 4 زنگی ندارین، با یک تش کفایت کنین. شما حقوق زنها را پایمال نکنین. اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر میگه هر وقتایی که اگر مرد 2 زن داشته باشد لیکن در بین این 2 زن عدالت نکند، اگر اینها را خوب با اینها معامله نکند،
اینها را از لباس تأمین نکند، از خوراک تأمین نکند، با اینها سخن خوب نگوید، این حالت در روز قیامت با یک طرف قاق شده از قبرش بیدار می شود. باید که البته حقوق زنها باید پایمال نشود، باید ما و شما با قدری اگر زن دویم هم که گیریم، من نمیدانم به قانونهای حاضره چگونه باشد، لیکن اگر زن دویم هم که گرفتید شما اگر مادامی که ناپسندی کردید و همه مهر و همه گویم تصورات خودتان به زن دویم حواله کنین، زن یکم محروم کنین، این حالت شما گناهگار هستید. شما این حالت گناهگار هستید. بعضی برادرها امروز خبرهاش می آیند